بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، آمد عید سعید اضحی است و ما بیرون شدیم به خاطر خریداری البته مواشی مثل گاو و گوسفند و بز. انشالله در عید سعید اضحی ما شما شاهد خود بودین مواشی زیاد خریداری میکنیم. البته این روند ادامه داره، شما نیز میتونین سهم بگیرین و کشور از ما، وطنان از ما بیش از هر زمان نیازمند هستند. شما لینک ها را مشاهده میکنین، میتونید از طریق با ما ارتباط برقرار کنین. شما ما در کمال امانتداری این رسالت انجام میدیم. برادر عزیز ما امین جان، امین عزیز بفرمایید. میشه که ماشاءالله گوای وطنی است. کلش گوای وطنی است. سمت درجات میگم ماشاءالله. و اینمی چند کیلو وزن داشته باشه؟ اینمی گاو 154 کیلو وزن داره. ماشاءالله 154. و قیمتی در حدود؟ در قیمت یالی می گاو 61000 62000 تا قیمت 65000 اینطور رو میخریم. خب و به تمامش وطنی از گاوای وطنی است. سمت درجات میاد، سمت تای کنجی مثلا سمت ولایت دور، سمت بامیا.